یکی از سخت‌ترین صداهایی که من خیلی تلاش کردم و بهش رسیدم صداهای رسولزاده بود. الان یه خورده میتونی باشه. در شمال غربی جزیره ماداگاسکار وجود گاویش‌ها به این جزیره نمونه تازه‌ای داده است. این سرزمین از لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت بسیار بالایی است. آقای جاناتان دانشمند انگلیسی در این باره چنین میگوید: For life was for animal. ما درباره این جانداران تحقیقات خیلی زیادی کردیم و باید بگم که این جانداران دارای شامل بسیار قوی هستند. صدای مجید جلالی با جوون صحبت کنیم؟ نه نمیشه صحبت کنم، ولی خب یه ذره یه خورده یه تیکه میدم. باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شما نگاه کنید بازیکنای ما واقعا اون مسائل تکنیکی رو رعایت نمی‌کنن. شما نگاه کنید در فوتبال روز دنیا یک بازیکن مثلا مثل ونرونی یک بازی رو ماشاءالله 10 کیلومتر مثل شترمرغ میدوه. بازیکن ما به اندازه مرغش هم نمیدوه، حالا شترش پیشکش.